سلام دوستان، جان ایفیم. حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید چالشی. آره، بعد از مدت ها اومده ویدیو چالشی بگیریم. ماسکن مستر آقای مستر. آره آره دیگه، چالش هم الان بریم جلوتر بهتون میگم. آره لیتس گو، بریم با سلام میخوایم چالش انجام بدیم. خب آقا، چالش ما این است که با شمشیر نمیتونیم بزنیم، با دست باید بزنیم. وای خدا، چرا باید با دست بزنم واقعا؟ با دست آخه دست. داخل اون ویدیو که گذاشته بودم، ویدیو با چیز صدای خودم ضبط کرده بودم، اون چالشی که بچه ها داخل روبیکا برام گفت که با دست بزنم که شمشیری افتی با شمشیر بدیم. برید تریپل بکشه دابل. خب ما باید استک کنیم. دابل گریم دیگه چالش دارم انجام. گره بنده خدا یه سر داره بود که با گره یا یا بهترین موقع که بدیم از اینجا بیاد باید میگه بزنید کج بیفته شده اوید داداش کج بیفته. فاینال شد. بابا خیلی سخت بدون شمشیر، واقعا سخت. نمیشیم بارکش کمه، بارکش از وجودم کمه، بارکش از بدنم نیست. خب باید آقا برم بخوریم برگردیم. نه آبی که رفتم تو آبی زد نایس. آبی رو بزنم. به اینجوریه. آقا باید تبر بگیرم. افتاد. یس. آقا داریم پیش میریم آقا. داره آقا یه دست میخوام وین کنم. خیلی خوب پیشرفت بدون مردن دارم. بچه بدون که با شمشیر بزنم وین دارم میکنم. چرا پرم قدرت از آن ماست. آقا وای خب الان من باید برم بدم خبر بدم. باید خبر بگیرم. شاید نیست که برش میرم. میکنیم به جای ایلان ماسک یه دونه دیگه دایمند بیاریم.
لول 3 کنیم بریم بتره همشون که یه نفر بریم یادم آقادم پرو نیست میزه لول 3 شد آقا یه استک بس ببینیم میتونیم بدون مردن و بدون شمشیر بین کنیم دستو الان مثلا من اسکولم میگم برای چی با اینجا یه دونه سیب بخورم یه دونه نشد با خبر دادمش ببخشید خب دوتا لازم نداریم یارو میگه چرا تو داری با خبر بزنی با تو خب یا سیبو نمیزن سیب میزنم نه وات خب بدشو زدیم نایس جیدی آقا وین کردیم بدون مردن بدون شمشیر آقا یا حضرت عباس یا خدا ویدیو خیلی کمی شد آقا اصلا دیروم کرده اول شدم آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد اگه چالش دیگه ای دارید بگید این چالش برای ما ایزی دست اول امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه خب اگه بازم چالش دارید بگید برای من پیام بدید یا داخل کانال داخل کامنت ها بنویسید یا داخل پیوی بهم پیام بدید امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد خوشتون اومده باشه البته چی دارم میگم آقا خداحافظ